با نام و یاد خداوند خدمت خانم‌ها آقایان ارجمند بینندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. موضوع بحثی که در این نوبت و چند نوبت آینده خدمت بینندگان گرامی بیان خواهم کرد بحثی است درباره زندگی، احوال و اندیشه‌های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف پارسیگوی. مولانا بدون تردید از برجستگان فرهنگ معنوی جهان است و آشنایی با زندگی و اندیشه‌های او برای همه ما که مشتاقان عالم معنا هستیم متضمن نکته‌های آموزنده و روح‌گشا خواهد بود. زندگی مولانا همونطوری که خود او برای ما بیان می‌کند از اندیشه‌های او جدایی ناپذیر است. بنابراین آشنایی با احوال این مرد بزرگ می‌تواند کلیدی برای فهم اندیشه‌های او هم باشد. خود او به ما میگوید که خون چو می جوشد منش از شعر رنگی میزنم. شعری که بر زبان من جاری می شود پژواک جانی است که در روح من تموج دارد. خون من، جان من در اندیشه های من، در هنر من بازتابیده شده است. بنابراین نگاهی به زندگی مولانا و احوال درون او می تواند ما رو به فهم اندیشه های او و خصوصاً جهان عظیم معنوی مثنوی شریف یاری بکند و کمک برساند. من در این نوبت و چند نوبت آینده نکاتی رو درباره زندگی و احوال درونی مولانا بیان می‌کنم و ارتباط پاره از این نقاط و نکات زندگی او با اندیشه او رو کمیابیش خواهم کاوید. زندگی‌های معنوی و عارفانه به طور کلی بر بنیان تجربه دیدار شکل می‌پذیرد. در سلوک معنوی روی یار بسی آموزنده تر است از هر دفتر و کتابی. یعنی نفس مصاحبت با یک فرد نیک نفس و پاک سرشت بسی بهتر از هر کتابی به آدمی معرفت معنوی می آموزد و او رو متحول می کند از درون و استعلا می بخشد. تعلیم معنا به معنای دقیق کلمه از طریق بازی نگاه و نفس است. در حضور یار است که معارف از جان به جان منتقل می شود. بازی خط و چشم نیست، بازی نفس و نگاه است. معارف معنوی رو باید از جان، از سینه به سینه فرا گرفت و آموخت. مولانا خود به ما می گوید که می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. مهمترین راه معرفت آموزی مصاحبت است. به همین دلیل هم بوده است که عارفان ما به سالکان طریق توصیه می کردند که بروید و سیر آفاق بکنید، جهان رو بگردید تا فرد نیک نفس پارسایی رو بیابید و از طریق او توفیق سیر در انفس رو نصیب ببرید. بنیان سلوک معنوی در واقع یافتن و همنشینی با اهل معناست و مولانا خودش به ما میگوید که همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. تیر در زراد خانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. گر تو سنگ صخره و مرمر شوی، چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دلخوشان. هین قضای دل بده از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. اگر کسی طالب معارف قدسی و معنوی است البته باید فرد اقبالناک رو بیاموزد، بیابد و از او درس بیاموزد. مولانا به ما میگوید که یک لحظه دیدار با انسانهای پاک سرشت ادراکی برای جان سالک فراهم می کند و حجابی از پیش دیدگان او برمیگیرد که سالها گفتار و شنیدار از عهده او بر نمی آید. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. نوعی از معارف است در این عالم که از طریق مصاحبت و دیدار بسی بهتر حاصل می شود. به همین دلیل هم است که آموزگاران عالم معنا
به ما گفتند که بهترین مدرس برای سلوک معنوی، برای کسب معارف قدسی، حسن روی محبوب است، نه سیاهی دفتر و کتاب. مولانا خود به ما می آموزد که عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. دفتر سالک در واقع دل صافی است و مدرسه او سر زانوست، یعنی تفقد احوال باطن و تأمل در احوال خود. دل صافی از دیدار صاحب دل پدید می آید. به تعبیر مولانا این معارف را از آثار قدم، یعنی پیروی کردن و همنشینی با پاکان می باید آموخت، نه از آثار قلم، یعنی خواندن و درس و بحث مدرسه. دفتر صوفی سواد حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. به همین دلیل است که در زندگی های معنوی دیدار پاکان نقش بسی مهم ایفا می کند و زندگی مردان معنوی همیشه حول دیدارهای بزرگ سامان پذیرفته است. بر همین مبنا ما می توانیم زندگی مولانا جلال الدین رو هم همانند تمام زندگی های معنوی بر محور و مدار دیدارهای مقدس و الهام بخشی که برای او دست داده است تقسیم بندی کنیم به دوره‌های مختلف. به طور کلی به گمان بنده بر این مبنا زندگی مولانا رو می توان به 4 دوره اصلی تقسیم کرد. دوره نخست زندگی مولانا در واقع دوره آوارگی و دانش اندوزی اوست. دیدارهای مهمی که این دوره زندگی مولانا رو شکل می‌بخشند در صدر همه دیدار بهاءولد پدر مولاناست که مرد صوفی مشرب معنوی بود و بسیار از مهمترین تعالیم مولانا در مثنوی و در غزلیات پژواک تعالیمی است که از پدر برای ما در کتاب معارف به میراث مانده است. البته در این دوران به توضیحی که عرض خواهم کرد مولانا توفیق دیدار بزرگانی نظیر شیخ عطار و شیخ اکبر ابن عربی عارف برجسته جهان اسلام رو نیز داشته است و در میان نزدیکان مولانا سید برهان الدین محقق ترمذی که استاد مولانا بود هم البته نقش مهمی ایفا کرد. اینها مهمترین دیدارهای معنوی بود که زندگی مولانا رو در دوره نخست زندگی او شکل و سامان بخشید. دوره دوم زندگی مولانا رو میتوان دوره شوریدگی و شکفتگی او نامید. این دوره در واقع با دیدار شمس تبریز، عشق شورانگیز مولانا با شمس تبریز بود که آغاز شد و در واقع از این پس است که ما مولانا رو آنچنان که در تاریخ برای ما بیاد مانده است به نیکی میشناسیم و تولد او در این دوره صورت میگیرد. دوره سوم زندگی مولانا با غیبت شمس آغاز می شود و در واقع دوره پختگی و آفرینشگری اوست. در دوره است که مولانا همچنان سرایش غزلیات شورانگیز شمس را ادامه می دهد، اما در این حال کار سرایش مثنوی عظیم، مثنوی شریف رو هم در همین دوره آغاز می کند. دو دیدار و مصاحبت دلنشین و تأثیرگذار در روح مولانا در این دوره دیدار و انس اوست با صلاح الدین زرکوب قونوی و حسام الدین چلبی از شاگردان و مریدان محبوب او. و سرانجام دوران چهارم زندگی مولانا در می رسد که باید اون رو دوران آرامش و سکوت مقدس دانست. این دوران به توضیحی که بیان خواهم کرد بیش از چند ماهی در پایان دوران زندگی مولانا به درازا نکشید و با مرگ مولانا به نهایت خود رسید. مهمترین تجربه دیدار در این دوره دیدار بیواسطه روح مولانا با وجود مقدس خداوند بود و در واقع به این ترتیب است که مولانا در یک پویه، در یک سلوک وقف ناپذیر سالیان دراز نهایتاً درخت وجود او آخرین میوه شاخسار خود رو که این سکوت مقدس بود و دیدار و ملاقات با خداوند بود رو بر شاخسار ظاهر کرد. ما در این نوبت و نوبت‌های آینده به امید خداوند درباره این مراحل مختلف زندگی مولانا و پژواک این مراتب و زندگی احوال او در این ایام بر اندیشه‌های او نکاتی رو با بینندگان گرامی در میان خواهیم نهاد.
اما بپردازیم به دوره نخست زندگی مولانا، دوران آوارگی و دانش اندوزی او. ما به نیکی می‌دانیم که مولانا در خاندان اهل علمی پرورده شد. پدر بزرگ او از فقهای مشهور قرن 5 هجری بوده است. پدر بزرگ مولانا حسین ابن احمد خطیبی هم اهل وعظ و منبر بوده است. از لقب او هم برمی آید. بهای ولد پدر مولانا هم حرفه واعظی داشت و البته به اقتضای شغل و حرفه‌ای که داشت همیشه در حال سفر بود. شما آشکارا می‌بینید مولانا در خاندانی پرورده شد که سخنوری و آتش زدن به جان شنوندگان از طریق کلام سنت رایج و استواری بوده است. مولانا در تاریخ 6 ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ به دنیا می آید، بیش از 800 سال پیش. در فاصله سالهای 609 تا 617 یعنی حدود 8 سال بهای ولد به اقتضاء شغلی که داشت در شهرهای مختلف ماوراءالنهر و خراسان از جمله ترمذ، سمرقند و احیانا بخارا در سفر بود و این سفرهای مکرر و مداوم البته به توضیحی که عرض خواهم کرد تأثیر عمیقی در روح مولانای خردسال بر جای نهاد. در یکی از این سفرها در سال 617 وقتی که خاندان در بخارا بودند و عزم بازگشت به بلخ را می‌کنند، خبر حمله خشونت‌آمیز و قسی القلبانه مغولان میرسد و بهای ولد احیانا فضای خراسان را امن نمی‌یابد و ترجیح می‌دهد به جای اینکه به بلخ بازگردد خراسان را به طور موقت ترک بکند و به زیارت حج برود، به حجاز به زیارت مکه برود، کعبه برود و حج بگذارد تا بعد ببیند که اوضاع از چه قرار خواهد بود. لذا در همون سال 617 یعنی وقتی که مولانا حدود 13 سال داشت خراسان را خاندان ترک می‌کنند. این مهاجرت هرگز به بازگشتی نینجامید و خاندان هرگز به وطن نتوانست بازگردد. در همین سفر وقتی که خاندان مولانا به شهر نیشابور میرسند توقفی میکنند و بهای ولد علاقمند است که شیخ عطار شاعر صوفی مشرب برجسته پارسیگوی رو ببیند و دیداری با او انجام بدهد. گفتند که وقتی که بهای ولد به همراه پسر نوجوان خود محمد جلال الدین محمد به دیدار عطار می رود، اندکی که می گذرد ظاهراً این نوجوان چیزی ذوق و قریحه‌ای استعداد خاصی از خود نشان داد و اون شیخ صوفی به فراست دریافت که در کالبد جوان این نوجوان نحیف این نوجوان روح عظیمی نهفته است و در اونجا شیخ عطار خطاب به پدر مولانا بهاءالولد گفت که زود باشد که این پسر تو آتش در همه سوختگان عالم زند و اون مرد به فراست دریافت که در وجود این نوجوان چه دریای عظیمی نهفته است. در همین دیدار است که گفتند که شیخ عطار نسخی از کتاب اسرارنامه خودش رو هم به مولانا به جلال الدین نوجوان هدیه کرد. باری خاندان مولانا بهاءالولد به قصد حج از خراسان طریق بغداد رو در پیش میگیرند و مدتی در بغداد که پایتخت به شمار میرفته است و محل استقرار خلیفه بوده توقف میکنند و احیانا بهاءالولد در اونجا مجالس پرشوری هم داشت. در همین ایام در بغداد است که شیخ شهاب الدین عمر سهروردی شیخ المشایخ صوفیه به بهاءالولد پدر مولانا توصیه می‌کند که به خراسان باز نگرد و راه مهاجرت به بلاد روم و قلمرو سلطان سلجوقی علاءالدین کیقباد رو در پیش بگیر و بهاءالولد البته این توصیه رو میشنود. خاندان مولانا به عزم حج بغداد رو به سوی حجاز ترک میگویند و پس از انجام حج از طریق دمشق به قونیه به سمت قونیه که تختگاه سلجوقیان بود روانه می شوند. ورود مولانا و خانواده او به قلمرو سلجوقیان در حدود سال 618 هجری است، یعنی وقتی که مولانا حدود 14 سال دارد.
اما البته بنا به دلایلی بهاءالولد احساس می‌کند ناآرامی‌های سیاسی در پایتخت بوده است و بهاءالولد احساس می‌کند که اگر در این هنگام به پایتخت برود به گرمی پذیرفته نخواهد شد. لذا کاروان خاندان مولانا از شهری به شهری می‌روند و این حدود 10 سال در شهرهای مختلف قلمرو سلجوقی سرگردان می‌شوند و سرانجام خاندان در شهری به اسم لارنده اقامت می‌گزیند و 7 سال در شهر لارنده مقیم می‌شوند. ما تقریباً مسلم می‌دانیم که در این ایام مولانا بین سالهای 15 تا 18 سالگی به دستور و اشارت پدر چند سالی رو در دمشق و حلب به کسب علم فقه مشغول بوده است و احیانا در یکی از همین سفرهاست که مولانای جوان به دیدار ابن عربی شیخ اکبر نائل می شود. ابن عربی در اون ایام مرد سال خورده‌ای بود و عارف بسیار بلند آوازه‌ای به شمار می رفت. گفتند که در شرح احوال مولانا هست که وقتی که مولانای جوان 15-16 ساله به همراه پدر وارد اتاقی می شود که ابن عربی در اون نشسته است، ابن عربی نگاه می کند. بهاءالولد از پیش می آید و مولانای جوان از پس. وقتی که این دو تن وارد می شوند، یک بار ابن عربی شگفت زده رو به سوی یاران خود می کند و می گوید که سبحان الله، اقیانوسی از پی دریاچه‌ای می رود. پدر رو در صورت یک دریاچه دیده بود و جوانی که در پس او می آمد در چشم این مرد عارف به مثابه یک اقیانوس ممثل و جلوه‌گر شده بود. در شهر لارنده 3 اتفاق مهم در زندگی مولانا رخ می‌دهد. در این شهر اتفاق نخست اتفاق تلخی بوده است. مادر مولانا مؤمن خاتون که یاران بهاءالولد مریدان او رو بیبی می‌خواندند در همین شهر لارنده در می‌گذرد. دو اتفاق دیگر البته اتفاقهای شیرینی در زندگی مولانا بودند. مولانا احتمالاً در همین شهر لارنده در حدود سال 622 یعنی وقتی که حدوداً 18 سال داشت با گوهر خاتون ازدواج می‌کند و حدود یک سال بعد در سال 623 نخستین فرزند مولانا سلطان ولد به دنیا می‌آید. مولانا احیانا در این ایام بیش از 19 سال نداشته است. خاندان بهاءالولد سرانجام پس از 7 سال اقامت در لارنده اوضاع در تختگاه سلجوقیان را آرام می‌بینند و بهاءالولد تشخیص می‌دهد که اکنون وقت مهاجرت نهایی است، یعنی به پایتخت بروند و این بار خاندان از لارنده به قونیه مهاجرت می‌کند. در این ایام مولانا حدود 23 سال دارد. البته خاندان در قونیه به گرمی پذیرفته می‌شوند. اما حدود چند ماه پس از ورود به قونیه است که بهاءالولد در سن حدود 83 سالگی از دنیا می رود و خاندان در دیار غربت بزرگ خود را از کف می دهد. در همین هنگام است که مریدان بهاءالولد از مولانای جوان که در این ایام حدود 24 سال دارد می خواهند که جایگاه پدر را اشغال کند و بر مسند وعظ و تدریس تکیه بزند و مولانا البته این درخواست رو اجابت می کند. حدود 1 سال بعد یعنی وقتی که مولانا حدود 25 سال دارد، سید برهان الدین محقق ترمذی شاعر و مرید بهاءالولد که یاران او به او سید سردان می گفتند و خود واعظ و صوفی پرآوازه‌ای بود به قونیه می آید. در واقع سید برهان در خراسان مانده بود و او سرانجام از فتنه مغولان گریخت و به خاندان بهاءالولد پیوست. گفتند که احیانا در روزگار بلخ و دوران مسافرت‌های بهاءالولد در ماوراءالنهر سید برهان تا حدی مربی و لالای مولانای جلال الدین خردسال بوده است. وقتی که سید به قونیه در میرسد از مولانا میخواهد که دست تعلیم و تربیت به او بدهد و ارشاد او رو بپذیرد و مولانا هم به سابقه‌ای که با سید داشت تمکین میکند و تحت نظارت و ارشاد پدرانه و مرادانه در واقع سید برهان قرار میگیرد و صحبت و مراقبت دائمی اونها تا حدود 9 سال به درازا میکشد.
البته خود سید برهان در قونیه مستقر نبود، در قیصریه شهر دیگری بود، ولی رفت و آمد میکرد و احوال مولانا را کاملا زیر نظر داشت. در همین دوران اشراط پذیری از سید بود که مولانای جوان و عیالوار چندین بار به اشارت برهان الدین برای تکمیل تحصیلات خودش به دیار شام که مرکز علمی در اون دوران به شمار میرفت سفر میکند. بعد از این سفرها وقتی که مولانا باز میگردد به قونیه، سید برهان مولانای جوان را به 3 بار چله نشینی الزام میکند. چله نشینی رسمی بوده است در میان صوفیان که فرد برای 40 روز از دیگران می‌گسست، در خلوتی مشغول عبادت، تأمل و مراقبه میشد و احوال باطن خود را تفقد میکرد. گفتند که در پایان هر 40 بار چله نشینی وقتی که مولانا از اون خلوت بیرون می آید و سید به احوال او نظر می کند می گوید که تو در علوم ظاهر و باطن به کمال رسیده ای. سید برهان الدین در سال 638 یعنی وقتی که مولانا 38 سال داشت از دنیا می رود. وقتی او درباره مولانا و شاگرد محبوب دیگر خودش صلاح الدین زرکوب قونوی گفته بود که من علم قال خود را به مولانای جوان وانهادم و علم حال خود را به صلاح الدین زرکوب. به هر حال ما می‌دانیم که وقتی که سید در می‌گذرد داوری او درباره مولانای 34 ساله این بود که این مرد در علوم ظاهر و باطن به کمال خود رسیده است. بعد از درگذشت سید برهان، مولانا در قونیه فقیه، مدرس و واعظ بلند آوازه‌ای بود. گفتند که در 4 مدرسه مهم شهر تدریس می‌برد و وقتی که به مدرسه می‌رفت و می‌آمد بر مرکبی می‌نشست و خیلی از شاگردان و مریدان در رکاب او گام می‌نهادند و این حکایت از حشمت و اعتبار او در اون روزگار می‌کرد و مجالس وعظ بسیار پرشوری هم داشت. مجالس سبعه که امروز برای ما به میراث مانده است در واقع به این دوران متعلق است و شما می‌بینید که در این کتاب مولانا بسیاری از معارف معنوی رو که بعدها در مثنوی غنچه او شکفته شده است در این مجالس سبعه هم در ذهن داشته است. به نظر می‌رسد که سرانجام در این ایام خاندان مولانا و در رأس اونها خود مولانا سرانجام پس از سالها آوارگی و بیقراری قرار یافتند. قونیه این غریبان رو به گرمی پذیرفت و از آن خود کرد. فرزندان در این محیط بالیدند، رفته رفته به آن محیط خو گرفتند، زبان را آموختند و مولانا در سلسله مراتب اجتماعی اون روزگار جایگاه بلند و رفیع و احترام انگیزی یافت. همه چیز حکایت می‌کند که ظاهراً دوران دربدری و غربت به سر آمده است و خاندان بیقرار مولانا پس از قریب به 15 سال آوارگی، ناامنی و تشویش خاطر سرانجام قرار ظاهر و باطن یافتند. به توضیحی که عرض خواهم کرد این قرائن گمراه کننده است و مولانا در جهان درون او چیز دیگری می‌گذشت. اما پیش از این که به این نکته بپردازم و توضیح بدم مایلم که با یکدیگر بکاویم در این ایامی که از او سخن گفتیم، این ایام آوارگی که از روزگار خراسان آغاز شد و سرانجام با مرگ سید برهان به پایان خود رسید در جهان درون مولانا چه تأثیری گذاشت. خواهیم دید که تجربه های مولانا، زندگی مولانا در این ایام رد پایی بر روح این مرد نهاد که هرگز از روح و روان او و جهان اندیشگی او زدوده نشد. شما ملاحظه کنید زندگی مولانا از همان اوان کودکی تا حدود سن 34 سالگی یکسره در دربدری بود، کوچیدن بود، مهاجرت بود، زیستن در میان بیگانگان، غریبگان، کسانی که فرهنگ و زبان دیگری داشتند بود. مولانا یک مسافر آواره بود. هرگاه که کوشید رشته تعلق خود را با طایفه‌ای استوار کند میباید رخت بر می‌بست و به جای دیگر میرفت و اون رشته ها هرگز استوار نمیشد. این احساس دربدری، غربت و آوارگی 2 احساس وجودی بسیار عمیق در روح مولانا برانگیخت که هرگز روح او را ترک نکرد و بلکه روز به روز استعلا یافت و بخشی از ساختار اندیشگی او را به وجود آورد. این احساسات چه بودند؟
نخستین این احساسات عبارت بود از احساس غربت. سفرهای دائم و مهاجرت بی بازگشت خاندان مولانا شخص مولانا را عمیقاً با تجربه غربت آشنا کرد. غربت به معنای دقیق کلمه عبارت است از تجربه دوری از خانه، بی خانمانی. بنابراین اگر بخوایم بفهمیم که غربت به معنای دقیق کلمه چه چیزی است، باید ببینیم که مفهوم خانه چه چیزی است تا بتوانیم دقیق تر دریابیم که دوری از خانه در واقع چه نوع تجربه‌ای به شمار می رود. به معنای دقیق فلسفی، خانه عبارت است از هر حریمی، هر فضایی که دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست خانه این است که حریمی است که فرد در او احساس آرامش و امنیت می کند. فرد خود را از گزند آفات و خطرها ایمن می یابد و در نتیجه این ایمنی احساس آرامش می کند. فرد در خانه خود است، احساس آرامش می کند. تمام نقاب‌ها، تمام صورتک‌های خود را فرو می نهد به خاطر احساس امنیتی که می کند. در حالت تدافعی یا تهاجمی نیست، آرامش دارد، سکون دارد، خود رو در حالت امنیت می یابد. ویژگی دوم خانه این است که در واقع خانه جایگاه دلبستگی می شود. وقتی مکانی برای تو از سایر مکانها متمایز می شود و تو به اون مکان دل می بندی، نسبت به اون غیرت پیدا می کنی، حساسیت پیدا می کنی، در پیرایش و آرایش او می کوشی. این مکان خانه تو می شود. بنابراین خانه به معنای دقیق کلمه جایی است که هم تو رو از گزند و آزار ایمن می دارد، به تو امنیت می بخشد و هم جایی است که تو به او دلبسته می شوی و در حفظ او و در حرمت او می کوشی، حرمت نهادن به او می کوشی. خانه حرم است، خانه حریم است. شما ملاحظه کنید اگر معنای خانه رو این بدانیم، ما آدمیان به این جهان که گام می نهیم دستکم 4 خانه در این عالم رو تجربه می کنیم. خانه 4 مصداق مهم در این عالم دارد. نخستین خانه‌ای که ما انسان‌ها در او گام می نهیم عبارت است از آغوش مادر و توسطاً دوران کودکی. کودک در آغوش مادر احساس امنیت می کند و به مادر خود، به آغوش مادر خود تعلق خاطر، دلبستگی دارد و غیرت می ورزد. خانه دومی که ما آدمیان در او زیست می کنیم وطن است. وطن فقط خاک نیست، وطن فرهنگ است، وطن زبان است. شما ببینید، شما ممکن است که سالها در فرهنگ دیگری زندگی بکنید، اما شما وقتی به جای خاکی فرهنگ بیگانه می روید، بسیاری از دقایق ظرایف رو نمی یابید. بسیار از اشارات افراد برای شما معنای روشن ندارد. فرد تا مدتها احساس ناامنی می کند برای اینکه خود رو در خانه نمی یابد. خانه سومی که ما آدمیان در این عالم تجربه می کنیم عشق است. محضر محبوب است، محضر معشوق است. گاهی وقتا ما در خانه ایم، در وطنیم، اما از محبوب خود بدوریم، لذا احساس آوارگی می کنیم، با همه چیز احساس غریبگی می کنیم. محضر محبوب، حضور او چندان آرامشی به روح ما می بخشد که با هیچ تجربه دیگری طرف قیاس نیست. و سرانجام 4مین خانه‌ای که ما آدمیان در این عالم تجربه می کنیم همان است که مولانا از او تعبیر به نیستان می کند. گاهی وقتا از او تعبیر به عدم می کند. یعنی اون ساحت اقیانوس آسایی که در واقع ما آدمیان از دل او برآمده ایم و در این جهان از اون دریا به مثابه قطره‌های بارانی که از ابر میبارد و در رودهای مختلف میافتد، از اون دریا جدا شده ایم و تمام زندگی ما پویه وقف ناپذیری است برای اینکه دوباره به اون اقیانوس برگردیم. در واقع تعبیر دینی از این خانه عبارت است از خداوند، جایی، نیستانی که ما نیها از او بریده شده ایم و تمام روح ما شوق آتشناکانه است برای اینکه به اون خانه بتوانیم بازگردیم. کسی که از هر کدام از این خانه ها به دور باشد به یک معنا از این معانی قریب است و حقیقت این است که مولانا در این ایام به هر 4 معنا قریب بود.
با مرگ مؤمن خاتون دوران کودکی او رسما به سر آمد. مهاجرت بی بازگشت از خراسان برای همیشه این مرد رو بیوطن کرد. فراموش نکنید این مرد بخش عمده زندگی خود رو در غربت گذراند، اما در سنین 50-60 سالگی وقتی که با یاران خود در دیار ترک زبانان عمیق‌ترین احوال خود رو که می‌خواهد بیان کند به زبان پارسی سخن می‌گوید. یعنی همچنان شوق سمرقند چوغند به تعبیر خود او در ذهن او شعله‌ور است. و البته مولانا خود رو بی محبوب می‌دانست، خود رو بی معشوق می‌دانست و از محضر خداوند به دور می‌یافت. بنابراین گویی مولانا تجربه غربت رو به عمیق‌ترین معنا، دوری از خانه رو به عمیق‌ترین معنا در این عالم تجربه کرد. بنابراین نخستین دستاورد وجودی در زندگی مولانا در این ایام نخست عبارت بود از یک احساس غربت. احساس دومی که در روح مولانا میراث این دوران بود عبارت بود از احساس عمیق تنهایی. مولانا هرگز این امکان رو نیافت که با دوستان دوران کودکی خود رشته مودت استوار برقرار کند. محبوبهای خود رو یک به یک از دست داد. پدر و مادر خود رو در آغاز جوانی از کف داد. همسرش گوهر خاتون هم نتوانست تا پایان با او همراه بماند. سید برهان الدین هم مرد. صلاح الدین هم که مولانا امید می برد که پس از او خلیفه او باشد زودتر از وی رفت. و بالاتر از همه محبوب بی‌بدیل او شمس تبریز او رو ترک کرد و برای همیشه از زندگی او ناپدید شد. این مرد هرگاه که روحاً به کسی آویخت و رشته الفتی برقرار کرد، دیر یا زود لاجرم این رشته رو لاجرم گسست و تجربه عمیق تنهایی در این عالم گویی سرنوشت مقدر او بود. البته تجربه غربت و تنهایی یکی از مهمترین ویژگی هایی است که هر عارفی در این عالم تجربه می کند. انسانی که خود رو به این عالم مادی متعلق می داند، در این جهان احساس امنیت و آرامش می کند، هیچ شوقی به تجربه عوالم دیگر ندارد. شما ببینید خداوند در قرآن به ما می فرماید که این وصف کافران است که در این دنیا خوشند، به زندگی این عالم دلخوشند، شوق دیدار محبوبی غیر از آنچه در این سو می آزمایند رو ندارند. خداوند به ما چه می‌فرماید در سوره یونس؟ می‌فرماید که این کافران لا یرجون لقاءنا، هیچ امیدی شوقی به دیدار ما ندارند. و رضوا بالحیات الدنیا، به زندگی که در این جهان دارند خوشند، آرامش دارند، خود رو در خانه خود می‌دانند. و اطمئنوا بها، و به آن آرامش گرفتند. این وصف کافران است. نگاهی که کافر به این جهان دارد، احساسی که نسبت به این جهان دارد از این نسل است. از سوی دیگر پیامبر بزرگوار اسلام به ما می‌آموزد که از دنیا سجن المؤمن، فرد عارف، فرد مؤمن این جهان رو تنگ می‌بیند. روح او چندان فراخی می‌کند که تنگنای این عالم رو بر نمی‌تابد. انسانی که خود رو در این عالم بیگانه می‌بیند و خود رو در تنگنای این عالم فشرده می‌یابد، روح او آتشناک تجربه‌های عمیق‌تر و رفیع‌تر در این عالم می‌شود. مولانا به ما می‌گوید که این نکته مهمی است، این کشف عمیقی در این عالم است که کسی دریابد این عالم ماهیتش باد است، میان تهی است. به تعبیر مولانا فخ است. میگوید جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. این همون نکته است که در واقع عارف مسلمان در قرآن می‌آموزد. خداوند به ما می‌فرماید که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. بدانید، آگاه باشید که حیات این دنیا بازیچه بیش نیست. مرارت‌ها، مجاهدت‌هایی که شما در این دنیا و برای کسب این دنیا بر خود هموار می‌کنید مثل گشودن گره کوری است که بر یک کیسه تهی زده شده است. پس از سالها گره گشایی، وقتی که در آستانه سالخوردگی کارنامه خود رو ارزیابی می‌کنی، ببینی گره ها رو گشوده ای، اما گره هایی که بر کیسه های تهی بوده است. مولانا به ما میگوید که در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر. عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است
بر کیسه تهی، حاصل عمر تو برباد بوده است. کسی که این بی‌پناهی، این غربت، این تنهایی عظیم وحشت افزا در بیابانهای ناامن و تاریک این عالم رو می آزماید، به تعبیر مولانا تمام وجود او تمنای طلب یک ستاره هدایت می شود. خود حافظ برای ما در احوال خود میگوید که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. کسی که خود رو گم شده در این بیابانهای ظلمانی تاریک وحشت انگیز می‌یابد، اون وقت تمام وجود او تمنای هدایت می شود. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. در این گرداب‌های هائل است که روح فرد مشتاق دیدار محبوبی می شود. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، وی یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. شما ببینید قرآن همین معنا رو به ما میگوید. روحی که چنان تجربه های کمرشکنی در این عالم بیازماید، در وضعیتی قرار میگیرد که میتواند واردات قدسی رو پذیرا شود. اون آیات مشهور رو در قرآن لاجرم دوستان به یاد دارند که خداوند میفرماید که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. کسانی سوار کشتی شدند و کشتی اونها در میانه دریا گرفتار طوفان‌های هلاکت آفرین و مخافت آفرین شد. در اونجا که هستیشون در معرض هلاکت بود، یک بار همه دعوا الله مخلصین له الدین، خداوند رو خواندند، نه از سر تظاهر، نه از سر بیم و اضطراب، نه، مخلصین له الدین، خالصانه خداوند رو خواندند. یعنی وقتی که در چنان وضعیتی قرار گرفتن، گویی روح اونها آماده کشف واردات قدسی شد. و تمام قرائن حکایت می کند که در واقع مولانا چون این تجربه ای رو از سر گذرانید. مولانا خودش تمام این تب و تاب هایی رو که از او یاد کردم در اون 18 بیت اول مثنوی شریف، ابیاتی که مشهور به نینامه است، در اونجا برای ما بیان کرده است. ابیات نینامه مشهور است و دوستان لاجرم می‌دانند. نی از یک حیث و به تصریح خود مولانا حکایت احوال شخصی خود مولانا رو می‌کند. نی که از وطن خود خراسان گسسته و بریده شد و آواره شد، غریب و تنها ماند و هم سخنی نمی‌یافت. البته از جهت دیگر این نی می‌تواند تمثیل حدیث انسان بی پناه و جدا افتاده از خداوند هم باشد. و از طرف دیگر و در سطح سوم، این نی می‌تواند سرگذشت سالکی باشد که می‌کوشد و می‌پوید تا سرانجام به نیستان اصلی که خداوند است برسد. شوق وصال روح او رو بیتاب کرده است. شما بدون تردید پاری از احوال شخصی خود مولانا رو در این ابیات من نینامه می‌بینید. این ابیات رو مولانا در 50 چند سالگی سروده است و شما می‌بینید احساس غربت و تنهایی چه عمیق در این ابیات موج می‌زند. می‌گوید که بشنو این نی، خودش رو می‌گوید، چون شکایت می‌کند از جدایی ها حکایت می‌کند، که از نیستان خراسان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. شما می‌بینید شوق به وطن چگونه در روح این مرد شعله می‌کشد. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. و بعد از تنهایی های خود میگوید با لب دمساز خود گر جفتمی همچو نی، من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. میبینی چه اندوهی، غم غربتی، چه حس عمیق تنهایی در کلام و روح این مرد موج میزند.
تمام قرائن حکایت می کند که مولانا هرچه به میان سالی نزدیکتر می شود از درون ناآرامتر و متلاطمتر است. نوعی نارضایتی عمیق وجود او رو آکنده کرده است. در پاره فقرات تاریخی آمده است که همسر او نقل می کند که مولانا در نیمه های شب، این مرد به ظاهر بختیار، در نیمه های شب به دعا خداوند رو به استغاثه می خواند که خداوندا درد درمان ناپذیری دارم، مردی از مردان الهی، ولی از اولیاء تحت قباب غیرت خود رو بر من بنما که درد من رو درمان کند. و تمام این تب و تاب و اضطراب رو شما می توانید در داستان نخست مثنوی، داستان پادشاه و کنیزک ببینید. داستان پادشاه و کنیزک شرح احوال مولاناست در همین ایام پرتب و تاب. خود مولانا به ما میگوید که ماجرای من، احوال من در اینجا و ماجرای من و شمس تبریز رو شما در همین داستان ببینید. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، بشنوید ای دوستان این داستان، یعنی داستان پادشاه و کنیزک، خود حقیقت نقل حال ماست. داستان پادشاه و کنیزک داستان مشهوری است. پادشاهی وقتی به شکار می رود و در اونجا با کنیزکی برخورد می کند و دلباخته او می شود. کنیزک زیباروی رو می خرد و به درگاه خود می آورد، اما کنیزک بدون هیچ دلیل روشنی بیمار می شود، رنگ رخ در می بازد و در آستانه مرگ است. طبیبان دربار او از درمان این کنیزک در می مانند و پادشاه عاجز و ناتوان می شود و سرانجام وقتی که از تمام این طبیبان دل می برد به مسجد می رود و به درگاه خداوند دعا می کند و از خداوند می طلبد که طبیبی غیبی، طبیبی الهی رو برای درمان کنیزک او بفرستد. در واقع در اینجا پادشاه نمادی است از خود مولانا، مرد بختیاری که سلطنت این عالم رو دارد، بر قلوب حاکم است، محبوب است، بختیار است. و کنیزک عبارت است از دل مولانا. مولانا صاحب دل شده است اما دل او بیمار است و طبیبانی که در زندگی او بودند، از سید برهان و پدر او و دیگران گرفته، از درمان دل او ناتوان بودند و لذا مولانا با تمام وجود خداوند رو می طلبد که کسی رو برای درمان دل او بفرستد. احوال کنیزک رو که مولانا نقل می کند احوال دل خود اوست. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. تمام طبیبان از او درمان او در می آورند. مولانا با تمام وجود می بیند که صاحب روح است. اسب رهروی، اسب تیزپایی در زیر پای اوست، اما جهت حرکت او پشت به خورشید است. گو بدو چندان که افسون می دود، از مراد دل جداتر می شود. مولانا وقتی که عجز این طبیبان رو می بیند و درد خود رو درمان ناپذیر می یابد، مضطر می شود و رو به خداوند می کند و در اینجا شما پژواک احوال خود مولانا رو در توصیفی که او از احوال پادشاه می کند می بینید. می گوید که شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگه از اشک شه پر آب شد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و دعا که ای کمینه بخششت ملک جهان. من چه گویم چون تو می دانی نهان، ای همیشه حاجت ما را پناه. بار دیگر ما غلط کردیم راه، تو همه چیز به من دادی اما من راه رو گم کردم و در بیابانها سرگردان شدم. در اینجاست که مولانا نکته مهمی رو برای ما باز میگوید. در شرح احوال، در قالب بیان احوال پادشاه میگوید که وقتی که من به نهایت عجز و اضطرار خود رسیدم، در عالم خواب پیامی از عالم غیب به من رسید. کسی به دیدار من آمد، پیری به دیدار من آمد و به من مژده داد که خداوند درد تو رو، ناله تو رو شنید و درمان در راه است. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در ربود، دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا ز ماست. مژده حضرت مولانا، خداوند
سخن تو رو شنید و طبیبی از نزد خود برای تو خواهد فرستاد، چون که آید او حکیمی حاذق است صادقش دان، کو امین و صادق است در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. مولانا تمام وجودش وقتی که این پیام رو در میگیرد و در مییابد، تمام وجود او یک چشم می شود، این سو اون سو، تا ببیند این طبیب الهی که به او وعده دادن کی میرسد. تمام وجود این مرد و چشم نگران است که این سو اون سو رو میپاید تا اون طبیب، اون حکیم الهی که به او وعدهش رو دادن رو ببیند و دریابد. و سرانجام در سال 642 وقتی که مولانای 38 ساله سوار بر مرکب خود و در حلقه شاگردان و مریدان از راه مدرسه باز میگشت، در میانه کوه یک بار غریبی ژنده پوش و ژولیده در پیش روی او سبز می شود. افسار مرکب او رو می گیرد و اون رو متوقف می کند. مولانا به محض اینکه این غریب رو می بیند سیمای طبیب الهی رو باز می شناسد. طبیب الهی در رسید، شمس زندگی مولانا طلوع کرد و فصل تازه‌ای در زندگی مولانا جلال الدین گشوده شد. درباره این فصل نوین در نوبت آینده به امید خداوند سخن خواهیم گفت. شما رو تا نوبت بعدی به خداوند می سپارم. خدا نگهدار.